درود به دوستان گلم. امروز با هم قراره یه سفر هیجان انگیز توی دنیای سوالات علمی داشته باشیم. تا حالا براتون پیش اومده که از خودتون بپرسید چرا اینطور میشه یا چطور ممکنه؟ امروز قراره با هم به چند تا از این سوالات جالب و عجیبی که ممکنه به ذهن هر کسی خطور کنه جواب بدید. پس اگر همیشه دوست داشتید دلیل خیلی از پدیده‌های روزمره رو بدونید، این ویدیو رو از دست ندید. بزنید بریم. خب بریم سراغ اولین سوال. چرا آینه ها چپ و راست رو جابجا میکنن اما بالا پایین رو نه؟ حتما این تجربه رو داشتی که وقتی با آینه نگاه میکنی خودت رو معکوس میبینی، ولی فقط چپ و راست جابجا میشه، نه بالا و پایین. خب دلیلش اینه که آینه فقط تصویر رو در محور عمودی یعنی چپ و راست معکوس میکنه. در واقع آینه تصویر رو به شکل برعکس نمیسازه، بلکه نور تایید شده از شما رو از خودش بازتاب میده و ذهن ما به طور ناخودآگاه فکر میکنه که چپ و راست عوض شده، ولی بالا و پایین همینطور باقی میمونه، چون ما عملاً جهت‌های عمودی رو به طور طبیعی درک میکنیم. خب حالا چرا آسمون آبیه؟ شاید همیشه از خودت پرسیدی که چرا آسمون به رنگ آبی در میاد. این دلیلش به پراکندگی نور مربوط میشه. نور خورشید از تمام رنگ‌ها تشکیل شده، اما رنگ آبی به دلیل طول موج کوتاهش بیشتر از بقیه رنگ‌ها پراکنده میشه. وقتی نور به جو زمین برخورد میکنه، این پراکندگی بیشتر در رنگ آبی اتفاق میفته و باعث میشه آسمون به رنگ آبی برای ما به نظر بیاد. چرا بعضی افراد حس ششم دارن؟ حس ششم رو معمولاً به عنوان توانایی درک چیزهایی میدونیم که نمیتونیم به طور مستقیم با حواس پنجگانه لمس کنیم. در واقع این حس بیشتر به درک‌های ناخودآگاه ذهن برمیگرده. مغز ما اطلاعات زیادی رو از محیط دریافت میکنه که ممکنه به طور آگاهانه متوجه نشیم، اما بعضی افراد به طور طبیعی قادرن این اطلاعات رو بهتر پردازش کنن و ازش استفاده کنن. حالا میشه نامرئی بشیم؟ حتما تو فیلم ها دیدی که شخصیت ها میتونن نامرئی بشن، ولی آیا واقعا ممکنه؟ در حقیقت تکنولوژی هایی مثل پوشش های خم کننده نور وجود دارن که میتونن نور رو به طوری منحرف کنن که اشیا از دید پنهان بشن، اما نامرئی شدن کامل هنوز در دنیای واقعی به طور کامل امکان پذیر نیست و به نوعی یک دنیای علمی تخیلی به حساب میاد. حالا بریم سراغ یه سوال کلیشه‌ای. شما اگه نامرئی بشید چه کار میکنید؟ چرا زمین میدان مغناطیسی داره؟ زمین یک میدان مغناطیسی قدرتمند داره که به خاطر حرکت آهن و نیکل مایع در هسته‌اش به وجود میاد. این جریان‌های الکتریکی که در هسته زمین رخ میده، یه میدان مغناطیسی عظیم ایجاد میکنن که نه تنها به ما کمک میکنه که از پرتوهای خطرناک خورشیدی محافظت بشیم، بلکه به قطب‌نماها هم جهت میده. حالا چرا یخ روی آب شناور میمونه؟ دلیلش به ساختار مولکولی آب برمیگرده. وقتی آب یخ میزنه، مولکولای آب به گونه‌ای مرتب میشن که فواصل بیشتری بینشون ایجاد میشه. این باعث میشه که چگاله یخ کمتر از آب باشه. بنابراین یخ روی آب شناور میمونه. چرا آتشفشان فوران میکنه؟ آتشفشان‌ها به دلیل فشار زیاد ماگما در زیر زمین فوران میکنن. در درون زمین ماگما به طور طبیعی جمع میشه و به دلیل حرارت و فشار بالا این مواد مذاب از طریق شکاف‌ها و دهانه‌ها به سطح زمین میرسن. این فوران‌ها میتونن باعث شکل‌گیری جزایر جدید و تغییرات زمین‌شناسی در منطقه بشن. چرا بدن ما به موسیقی واکنش احساسی نشون میده؟ حس واکنش به موسیقی
به دلیل تاثیر اون بر سیستم لیمبیک مغزه. این بخش از مغز مسئول احساسات و حافظه است. زمانی که ما موسیقی میشنویم به طور ناخودآگاه به این صداها پاسخ احساسی میدیم. مثلا ممکنه شاد بشیم، غمگین بشیم. این واکنش‌ها به خاطر ارتباط عمیق موسیقی با احساسات در مغز ماست. حالا چرا نور خورشید سفید به نظر میرسه؟ با اینکه نور خورشید در واقع ترکیبی از تمام رنگ هاست، وقتی به چشم ما میاد به نظر میرسه که سفیده. دلیل این اتفاق اینه که همه رنگ ها در طیف نور خورشید با همدیگه مخلوط میشن و این ترکیب برای چشم ما به شکل رنگ سفید دیده میشه. اگر نور خورشید رو از طریق منشور عبور بدی، میبینی که نور به رنگ های مختلف تجزیه میشه. چرا گربه‌ها همیشه روی پاهاشون فرود میان؟ گربه‌ها به خاطر توانایی بی‌نظیرشون در حفظ تعادل همیشه روی پای خودشون فرود میان. این توانایی نتیجه مهارت‌های خاصیه که گربه‌ها تو چرخوندن بدنشون هنگام سقوط دارن. مغزشون به سرعت موقعیت پاها رو تنظیم میکنه تا بدون آسیب به زمین برسن. حالا بریم سراغ یه سوال خیلی جالب. چرا انسان خمیازه میکشه؟ خمیازه کشیدن یک فرایند فیزیولوژیکیه که بدن هنگام نیاز به هوای تازه و تنظیم دمای مغز انجام میده. وقتی خسته‌ایم یا در حال کمبود اکسیژن هستیم، بدن خمیازه میکشه تا بتونه هوای تازه بیشتری وارد بدن کنه و مغز رو فعالتر نگه داره. البته مصری هم هست. این ویدیو رو تماشا کنید. خمیازتون گرفت؟ خب حالا چرا پلک میزنیم؟ پلک زدن به طور عمده به حفظ سلامت چشم‌ها کمک میکنه. وقتی پلک میزنیم سطح چشم مرطوب میمونه و هر گونه گرد و غبار از روی اون پاک میشه. این عمل محافظتی باعث میشه که چشم‌ها همیشه در بهترین شرایط باقی بمونه. چرا ستاره‌ها چشمک میزنن؟ ستاره‌ها تو آسمون به دلیل تغییرات جو زمین چشمک میزنن. جو زمین به طور مداوم در حال حرکت و تغییره و این باعث میشه که نور ستاره‌ها دچار انحراف بشه و ما به صورت چشمک زن ستاره‌ها رو ببینیم. یه سوال دیگه، چرا پرندگان روی سیم برق دچار برق گرفتگی نمیشن؟ وقتی پرنده‌ای روی سیم برق میشینه، بدنش به طور کامل در یک مدار الکتریکی قرار نمیگیره، چون فقط یک سیم رو لمس میکنه. جریان برق از بدنش عبور نمیکنه و به همین دلیل برق گرفتگی رخ نمیده. چرا فضا بی صداست؟ فضا بی صداست چون هیچ ماده‌ای برای انتقال امواج صوتی وجود نداره. صدا نیاز به محیطی مثل هوا یا آب برای انتقال داره. اما در خلأ فضا امواج صوتی نمیتونن حرکت کنن. بنابراین در فضا هیچ صدایی وجود نداره. حالا چرا ماه از یک سمت همیشه دیده نمیشه؟ ما به ماه همیشه از یک سمت نگاه میکنیم. چون ماه چرخش خودش به دور محورش دقیقاً همزمان با حرکتش به دور زمین انجام میشه. این باعث میشه که همیشه یک سمت از ماه به سمت زمین باشه و سمت دیگه همیشه پنهان بمونه. حالا چرا پیاز اشکمون رو در میاره؟ وقتی پیاز رو میبری، آنزیم‌های داخل اون واکنش‌های انجام میدن که باعث آزاد شدن گازی به نام سولفوکساید میشه. این گاز وقتی به چشم‌ها میرسه، باعث تحریک و در نهایت تولید اشک میشه. حالا چرا زنبورها شش ضلعی میسازن؟ زنبورها برای ساخت کندوهاشون از شش ضلعی استفاده میکنن. چون این شکل هندسی بهینه‌ترین روش برای ذخیره عسل با کمترین میزان مصرف مومه. شش ضلعی‌ها فضای بیشتری برای ذخیره مواد غذایی فراهم میکنن و همزمان مقاوم و پایدار هم هستن.
و آخرین سوال این مجموعه: چرا بعضی انسان‌ها خواب‌های رنگی می‌بینن؟ بعضی از افراد خواب‌های رنگی می‌بینن چون پردازش‌های مغزشون در حین خواب فعالتر و بیشتر تحت تاثیر محیط رنگی قرار داره. افرادی که بیشتر در معرض تصاویر رنگی قرار دارن بیشتر احتمال داره که خواب‌های رنگی ببینن. خب اینم از جوابهای امروز به سوالات جالب علمی. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه و تونسته باشم ذهنتون رو به چالش بکشم. یادتون باشه دنیای علم همیشه پر از شگفتی‌ها و سوالای بی‌پاسخه و همیشه جا برای یادگیری بیشتر وجود داره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.